آیا هوس انسان آخر دارد؟ بار زمیندار و خیرتمند با هم بحث کردند که آیا آرزوی و هوس انسان آخر دارد یا نه. خیرتمند گفت هوس انسان به آخر است. انسان هیچ وقت شکر و قناعت نمی کند. همه چیز داشته باشد هم باز کم می گوید. زمیندار قبول نمی کرد. با آدم چی در کار؟ نه خود من زمیندار و ثروتمند کاری کرده نتوانم که آدم دیگر طلبی نداشته باشد. بیا با هم رویم. من چنان ضیافت دهم که بعد از آن هیچ کس هیچ چیز نمیخواهد. اختیار به دستی بختیار. نشخند زد پیرمرد. ولی تو را آگاه میکنم که دل همه را یافته نمی شود و چشم انسان هیچ وقت سیر نمی گردد. زمیندار خواست که خیرتمند را شرمنده کند و در عین زمان دولت و ثروتش را نشان دهد. مهمان زیادی را دعوت کرد و ضیافتی کلانی داد. مهمانان فراوان میخوردند و مینوشیدند، صحبت میکردند و میخندیدند و سرود میخواندند. همه گویا راضی بودند. زمیندار خیرتمند را جیغ زده گفت بیا رویم و گوش کنیم چطور آدمان ضیافت مرا تعریف میکنند. رفتند و گوش انداختند. یکی از مهمانان میگفت ضیافت بسیار خوب بود. من هیچگاه اینقدر نخورده و ننوشیده بودم. آفرین به زمیندار، آدمان را ضیافت کرده میتواند. مهمان دیگری گفت درست میگویی، فقط یک چیزش بد، پایه کرسی ها بلند بود، بنابراین پای هایمان آویزان بودند و استخوان هایشان به در آمدند. دیگر با پایم راست ایستاده نمیتوانم. کاش که این زمیندار به زیر پایمان یگان صندلیچه میگذاشت. گپت راست همسایه، گفت مهمان چهارم. در حقیقت وی ما را با راحت و با فراغت شنانده نتوانست. این پیر کجا و ضیافت دادن کجا؟ گفتند با یک آواز مهمانان. ها، گفت زمیندار پسی سرش را خاریده و به خیرتمند نگریست. از من کمبودی گذشته است. خیر، هیچ گپ نه. این دفعه چنان توی و تماشا دیم که همه حیران مانند. یک هفته هم نگذشته زمیندار باز یک ضیافتی با شکوه داد. مهمانان آمدند و دیدند که بر روی کرسی ها بالشت های پر، بتگی پا، صندلیچه ها گذاشتند. همه نشستند. چقدر نرم و ملایم، با فراغت. پایها آویزان نمی شوند، استخوانهای پا نیز درد نمی کنند. مهمانان می خوردند و می نوشیدند، صحبت می کردند، می رقصیدند و می خندیدند. مهمانان گویا که راضی بودند. زمیندار خیرتمند را جیغ زده گفت بیا رویم و گوش کنیم که چطور آدمان ضیافت مرا تعریف می کنند. رفتند و گوش انداختند. یکی می گفت امروز چه ضیافت خوبی بود. هیچگاه من اینقدر نخورده و ننوشیده بودم. آفرین زمیندار، ضیافتی خوب داد. دیگری جواب داد راست گفتی همسایه، فقط یک چیزش بد. بسیار خوردیم و نوشیدیم، شکم ها پر شدن، ولی به خانه پیاده می رویم. ما بیچاره ها، اگر این زمینداری پیر به ما اسب می داد چی می شد؟ گپت راست همسایه، گفت مهمانی سوم. استراحتی ما را خوب تشکیل نکرده است. این پیر کجا و ضیافت دادن کجا؟ گفتند مهمانان. ها، گفت زمیندار پسی سرش را خاریده و به خیرتمند نگریست. از من کمبودی گذشته است. خیر، هیچ گپ نه. باز یک بار دیگر توی و تماشا می دهم. این دفعه همه راضی می شوند. یک هفته نگذشته زمیندار باز یک ضیافتی با شکوه داد. مهمانان برای توی روی از خانه شان برآمده نزدی هر دروازه اسبی را دیدند و سوار شده به خانه زمیندار رفتند. مهمانان می خوردند و می نوشیدند، صحبت می کردند و سرود می خواندند. بعضی ها می رقصیدند. تا نصف شب کیف و صفا کردند. بعد یکی به اسب
دیگری به فایتون سوار شده به خانه اشان رفتند. مهمانان گویا راضی بودند. زمیندار خیرتمند را جیغ زده گفت بیا گوش کنیم که آنها ضیافت مرا چطور تعریف میکنند. چه ضیافت خوبه بود. من هیچگاه اینقدر نخورده و ننوشیده بودم. آفرین زمیندار، ضیافتی خوب داد. گفت یکی. دویمی علاوه نمود راست گفتی همسایه، ضیافت داد که یک عمر فراموش نمیکنیم. اسبهایش چقدر زیبایند، ولی افسوس که به هممون فقط یکتاگی است داد. اگر در پهلوی هر یک اسب یکتاگی تایچه هم می بود خوب می شد. گپت حق همسایه، گفت سومی. وای درست فکر نکرده است. اگر در پهلوی هر یک اسب یکتاگی تایچه می شد خوب می شد، ولی افسوس که تایچه نیست و در گردن هر یک تایچه باید یکتاگی زنگولچه می بود. گفت چهارمی. این پیر کجا و ضیافت دادن کجا؟ گفتند مهمانان با یک آواز. زمیندار این سخنان را شنید و ناامید شده گفت حق بر جانب تو بوده است خیرتمند. دلی همه را یافته نمی شده است و هوس انسان آخر نداشته است.